همه شما را در کلاب باستانی دهه زیبا منظر آفتاب لقا خیر مقدم میگوییم. برای پهلوانان بردباری، برای شما تماشای خوب و صبر جمیل و اخلاق حمیده از پروردگار خواهانیم. جهان پهلوان رسول باقیوف پوشیدگی هستند. مهمان ارجمند ما پهلوان خوش اخلاق و خوشنام رسول باقیوف سخن تبریکی را برادر بزرگوار میدیم. تشکر زیاد. سلام علیکم اهلان عزیز. خوراکبادی رمضان میومدگی ما شریف رمضان عید نوروز تشکر زیاد به برادرای که همین گوشتین همین چورابینی را تشکیل کردند. این برای تمام مردم جهان شرف و یک خرسندی است. با همه شما نوروز مبارک باشد و پهلوانان المپیاد. سلامت برادری عزیز رسول باقیوف. رسول باقیوف از پهلوانی هست که در میدان جودا، یعنی در دنیای جودایی که وجود دارد، ورزش جودا زیاده از 205 دولتی روی دنیا در این نمود ورزش برآمد میکند، اشتراک میکند. رسول باقیوف یگانه پهلوان از جمهوری تاجیکستان، من باوری کامل دارم که از آسیای میانه هست که تماما به پشت غلطیدگی نیست. همون ایپان میگن، اوروسا دا چیسته میگن، یگان بار در بین المللی به پشت غلطیدگی نیست. آفرین و یک قرصک به افتخار این پهلوان نامدار کشور. خوش آمدید رسول باقیوف. خالد پهلوان از جانب رئیس محترم رئیس شهر دوشنبه باری اول لباس یگانه ملی پهلوانی تهیه و تصدیق گردیده است که از نام محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی و پهلوانان و میدانداران این میدان 20 جفت لباس گوشتین ملی به نام یک تکی پهلوانی تقدیم نماییم. ولو از جانب فدراسیا و برگزار کننده این مسابقه علیشیر اکراموف یک سر و لباس شنیده می شود. خب امروز لباس گوشتگیری ملی تاجیکی در افضلشاه پهلوان از ناحیه شوراباد، از ناحیه خراسان، بین هر دو پهلوانان یک قالی. محمد یاسین همینجا باشد. اگر محمد یاسین
کارگرای داخلی و قهرمانی آسیا که در میدانهای گشتینگیری نوروزی جمهوری تاجیکستان خیلی معروف و خیلی از جوان پهلوانی ما را می‌پرتایند، مثل که حلال این هم باشد. خواهر پرقوت ما شاهیده پهلوان تشریف آوردن، یک قرصه به افتخار این خواهر. چگونه که برای شما اعلام کردیم، یکی از پهلوانی پرقوت زنی جمهوری تاجیکستان، دو کرات قهرمانی جودای جمهوری تاجیکستان، شاهیده پهلوان، یک قرصه به افتخار این خواهر. حالا قرصه زنیم بعد کشتنیش تماشا کنیم. شاهنظر پهلوان از همین دهه آفتاب لیقا بین هر دو پهلوان یک تلویزیونی کلان، که نرخش از 5000 سومانی بالا هست. بین هر دو پهلوانان یک تلویزیونی کلان. شاهیده خواهر عزیز مرحمت وارد میدان شد. مخلصی داریم. آفرین به این مخلصی داریم. برادر عزیز، در نزد من خواهری دیگر، پهلوان خواهر از خردیش در میدانهای جمهوری گشتین میگرفتند. قهرمانی جمهوری تاجیکستان و قهرمانی آسیا اهلیه پهلوان از جماعت دهاتی دهانه اینجا رو با نزدیک آمده. سه چور یک فرصت من خواهش میکنم از همه پهلوانا، حالا برای جالبیت و تنطنه میدان امروزه محبت صمیمانه شما لازم است. خواهش میکنم یک لحظه برای برطرف کردن این منطقه کارمندان محترم حفظ حقوق موظف باشید. زود این نیمه را از کلانکه دورتر برید. فقط پهلوانان را دستور دید که موفقاً چهره‌هایی که شناخته است. من خواهش میکنم از همه شما به همین سمت بیشتر محبت و اعتماد همه ما و شما به خاطر زیبا و گل شکوفی میدان امروز است. یکی از آن نفرانی که امروز ما و شما را با متانت و هنرش و با دلهای میلیون ها نفر مخلصان جای دارد، اهلیه مومینова، زاده جماعت دهاتی دهانه کولاب شهر، برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در رشته جودو
از جانب کمیته تدارکات 2000 سامانی برای هنرنمایی با انا همین بانوی قشنگ که تاجیکستان رو در عرصه جهانی معرفی میکنند. Ya Pakistan. شاهزاده توجه کنید. محمد رحیم سرخان و پهلوان حمدانی با اهلیه باز هم مکافات جمع کردید. 1000 سامانی برای پرداخت‌های جالب و هنرنمایی خوبی اهلیه از جماعت دهاتی دهنه. خواهشمندم زودتر جمهور را به میدان زود دعوت کنید. با ترتیبی که هرچی زودتر باز توجه کنم، چون که به مرحله پهلوانان گرانوزن ما نزدیکتر شویم. کارمندان محترم حفظ حقوق، تشکر به همه پهلوانان رخصت. دیگر یگان کس دعا نگیرد در این منطقه. خواهش میکنم. اهلیه بانو مکافتش باز هم ارزنده عالی تر شد. بالای 2000 سامانی باز هم 1000 سامانی دیگر زم شد. مکافاتی از همه قیمت و شایسته هم نشد. پهلوان گرانوزن جمهوری تاجیکستان میزبان همین مسابقات شاهرخ دلشادزاده توجه کنید به هنرنمایی عضو منتخب بانوان کشور، بانویی که با شرافت استقلالیت و این فیض و نعمت و گنج زمان صاحب استقلالی مملکت که گل دختران ما در عرصه بین المللی هنرنمایی میکنند. یک حرکت دیگری اهلیه اگر چنین باشد، دلشادزاده فکر میکنم که اندیشش کاملا دیگر میشود. هنرنمایی در میدان آفتاب لیقا برای پهلوانان گوشتی نمان کردیم خود و ترتیب گوشتی نمید سنوی. خب همه کسا بیاید، همه کسا دست یک دیگر بگیریم. برادر عزیز، همه کسا بیاید برادر عزیز، میدان به ترتیب بیاریم. التماس همگی از بلندگویک ها کفا، مردم با صدا را میشنوند. خب یک حرکتی دیگر کردیم برادرای کارگرای میلیشیا، کارگرای امان، یک حرکتی دیگر کردیم همینجا را کفا بردیم. التماس خب برادرای عزیز، در نزد من گوشتی را دوام میتونم. پهلوان معروف کشور در رشته جودو و در رشته گشتین ملی از همین دیار کلاب زمین ناحیه واسه سید مختار تشریف آوردن. خوش آمدید برادر عزیز.
حریفایی که کسی میخواهند پازمایی کنند با سعید مختار مرحمت. با توجه مخلصان حالا عمر پهلوان حریفی که حلال عمر پهلوان از شهر دوشنبه با اهلیه از جماعت دهاتی دهنه هنرنمایی میکند. مکافات هر دو پهلوان را یک قالب 4 و 6 1000 سامانی بالای تحفه منظم به هر دو وقتی بال موفقیت. دلشاد زاده در ایلم سیوم هر دو را حکم میکنه. خب برادرای عزیز مخلصا از همه شما احترامانه خواهش میکنم چیزی که در برتون دارین که از بابل هست از بابل هست. حلال زد محمد رحیم پهلوان از شهر کولاب حریفی خود حلال زدم. تلفن‌هایی که دارین در پهلواتون احتیاط کنن برادر عزیز. در گشتینی گذشته خیلی برادرها تلفن‌هاشون از دست دادن. زایوف کارگردان توجه به حق نظر و فرهاد رحمت الله بکنید. خب در نزد من پهلوان معروف کشور قهرمان چی در رشته جودو در رشته گشتین ملی و گشتین سامبو از شهر کولاب فردوس نسیموف در گشتین گذشته پهلوان پرقوتی فدراسیای روسیه را و قهرمان جهان را در رشته سامبو رسلان کیسیلیا و این برادر برای شاه جایزه فردوس نسیموف غالب آمدگی بود. در نام فردوس نسیموف یک شتر ماندگی هستیم. خدا خواهد اگر که حریفی فردوس نسیموف پیدا شدی برادر عزیز. خب بعدم با سالیم شونه علاوه میکنیم. فردوس نسیموف پهلوان ناحیه همدانی ناصیر پهلوان در نزد من هر دو پهلوان ها در رنگ اعلام شده. خب پهلوان دیگر اینجا چند بار برواندن. دولت جان پهلوان کنی دولت جان پهلوان بر اینجا دولت جان پهلوان بیا سرت یکی سرت پهلوان سرتیم بیا از جانب راست من پهلوان ناحیه خراسان یکی از پهلوانان پرقوت این کشور در وزن 90 کیلوگرم برآمد میکنند. اسرائیل پهلوان از ناحیه خراسان. از جانب چپ من پهلوان معروف این کشور ناصیر پهلوان از ناحیه همدانی. بین هر دو پهلوانان سالم تاجلین. با اسرائیل و پهلوانی دیگری که معرفی کردیم حالا مکافاتش امانید یک نصیر ماشینه جامعشویی و یک قالین اسرائیل پهلوان من چیم پهلوان بسرا پوشم بیاد دولت جان پهلوان شاروخ
پهلوان دهی افتاب لیقام، فیض‌الدین پهلوان از فیض آباد. بین هر دو پهلوانان تاج‌الدین خیلی این هر دو پهلوانان یک خلدل نید ببینیم جلوه میکنیم. خدا خدا شهردیار حصار پرتافتش حلال. تشکر. خب برادر عزیز حریف فردوس نصیب بشینه بچه ها. برادر عزیز جهانگیر مجیدوف فقط به پهلوانایی که معرفی میکنیم به همونا شما هنرنماییتون آغاز کنه. تمام بچه هایی که تصادفاً بودن همشون میدونن که در موضوع مرحله اول انجام یافت. خوش آمدید. بچه جهانگیر مجیدوف فصل طلبکاری میدانی آفتابلیقا که رئیسی از هر دو پهلوی به هر دو اقبالتیت مکافات شایان میمونیم. حق ندارم خدا هر روز وقتی اقبالتیت همین مکافات شایسته را میمونیم. همه تو شینید لااقل در جاتون شینید. یه مردم کاری درست نشد شینید آخیر شینید باقی برادرها. همین منطقه شما شینید نفران دعوت نشدگی آمدن میگیرن. شینید آخیر جهانگیر مجیدوف ناحیه یک اشتور هر دو پهلوان تأسیس شد. هر دو وقتی اقبالتدامی الله اکبر. تشکر. جهانگیر مجیدوف ناحیه پهلوانی گران وزن و شناخته کشور شریف نظریوف در میدان است. از مهمانان خواهش میکنیم فقط به ورزشکران وزنشان بالا و شناخته گوش و شریف نظریوف فقط تشکر. فرمانگوی گذارم حفظ حقوق اندک برادران راشون این طرف کنید. یک ورزشکر در باشگاهی ورزشی حاجی شریف تمرین میکند. مشق 2 سالش در فدراسیون ثمرآور خواهشمندم با آن آدمانی که با معرفی میکنیم فقط با آن شهر پهلوان هر کفر احلال زنه احلیا پهلوان Sen Şapkat abi gidem ama dönüyor yani yok şey var yok am baga oy çıkıyor balık sporit naşir kafa inşallah kanda Fahmi tartib verin kafa verin. Ben önce pahlavonları kırıp test cida mekanı memnunum.
خالی کنید برادر عزیز خالی کنید حالا کسا همینجا تلویزر با تلویزر کی گیری برادر عزیز تلویزر تلویزر کی گرفت همینجا تلویزر با تلویزر کی گرفت برادر عزیز تلویزر زاکجا Bom, chega na frente. تلویزیون اینجا کسی گرفته برادر عزیز بیا این حق دیگر کسی باید شما نگیرید در میدان گذشته یک جوان از دست من ترماسی من گرفته ترماسی ما را بیار برادر عزیز روز قیامت بسیار روزی وزنی است حقی کسی را نگیرید شما همگی مسلمان هستید تاجیک هستید این کار را نکنید پهلوانی خوشقد و خوشقامتی ناحیه بلندکوه مومن آباد قهرمانی مرحمت سهراب رحیمov برادر عزیز اگر آماده باشید کماندی یا تو بخیر باشد قبیل جاب شک کنید الان بار یک کدام نشیو بشی دمرا دبرم جاکلا بشی آمده بشی نه قپانه و نوری باید افتو هم نمرا خیرت کرده ایران اکه هم جمعه خیز دمره کمه Makasını peşen kim mesela nitelik bu ya çok çalışıyor. İran. Onu fidan bazı fidan da Hey برادران همین خالد برای تلویزیونش گریه داره بیاره تلویزیون خالد یعنی گریه داره همین کودک آدم بیوا که تلویزیون گرفته تلویزیون بیاره کودک گریه داره این همین جده هم مازده درم میشیم درم هم مازده برای هم مازده بیاره تلویزیون در همین شهر باشه کلامی باشه دلر باشه برای مازده راهی که بگی بیاد تلویزیون این کودک گریه داره کسی مصلحت میکنه کسی که بعد این رفتارا رو میکند مجبور میشه در میکروفون اعلام کنه بریم پشت ماست دارم بگیم برای اسفندیان بگیم بیاره همون درونی ماست داده یک تلویزیون الان پیش منتظر بود
بچه گوش کن او بیاموز کن تاش کن او سبرای او سبرای کنم یا منم یکی از پهلوانان معروف کشور رقم یکی میدانهای تاجیکستان در طول 12 سال قهرمان جمهوری تاجیکستان، قهرمان جام جهان در رشته کورش، عین حال سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان با جندا محمد عبدالرحمانوف با تخلص جگر تشریف آوردند. خوش آمدید. حتی محمد مراد عبدالرحمانوف یک قصد به افتخار این فرزند دیار کلانزنی. یک جای خوب تیار کنیم برای یکی محمد مراد جهانی مجیدوف. کجا؟ کجا؟ بچه جان نظریف خیلی پهلوان باین دا بگیرن درک شو بتاک خسرو عزیز پهلوان خیلی عزیز میرزا جمیل نزدی من بیا. یکی از پهلوان‌های معروف کشور قهرمان جام پایتخت در سال جاری، خیلی پهلوان چپخان میرزا جمیل پهلوان در وزن 73 کیلو مشت میگیرد در جودا از طریقش بیا. عمر پهلوان از ناحیه حصار، میرزا جمیل پهلوان از رایان وحش ناحیه وحش. نمون کلکت رازش دوخی فرزندان و نبیرگان جهان پهلوان مرحوم سید مومن رحیموف، سهراب رحیموف تشریف آوردند. یک قصد به افتخار سهراب رحیموف، خیلی داوری با عدالت هستند. خدا خواهد بعد از چند دست مربیگی میدان ببخشید داوری میدان در دست سهراب رحیموف. بکن دران کدن شد Artık aşağı bir kamerayla. Ya kaman birisi. Kızı baça. Bak
Aradon Farho. Olur ya da sadece. Kapıtar bekenen kapıcı binene bak. Evet aka. در روند مسابقه باز هم پیوسته فقط به والیبال گوش میدیم. تبادل می‌کنیم. حکیم رفتیم. مهمان پنجی خوش آمدید. مایه جوان رسول پهلوان کی؟ دست شما در نمیرد هم فیردوس هم سهره پهلوانی شهر وحدت به هنرنمایی چولینتون با سلسله کامیابی هایتان حالا میدانی افتاد که تو را زیبا میکنه که از نام همه مخلصان و شما برای مهارت بالای کشتیگیریتان عرض سپاس می‌کنیم. گیرم این طرف میدان کناری راست و سمت چپ برید. بچه ها را باز هم 5 قدم دورتر از گیرم بیرونتر باشن. شهباز و پهلوان ناحیه جوار رسولوف در گلم آخرین گوشتی گیرند.
خورشید مجیدوف فریاد شیخوف میومد خواب میومد خواب انا هو ملافه يا برجع انا خرب خدا فرا ما خاص اخي بار خدا شنو بار تو ما زايد تو شنو ملابه خدا شنو کماندی رو اما چند را قفا کن قفا شون کن ببین را قفا کن چه چوکه رسی بیشی اجازه Vespa. دیدی تغییر بسیار فعالیتی عالی دارد. $500 مکافات خواهد از کلوب حاجی شریف داده شد.
Rafiq Papalkovnik
لقا زینتی دیگر میگیرد. امیرجان پهلوان طلابشهر با جهانگیر مجیدوف، این هم جفتی خیلی ارزندن و ناصر شیرخانوف و خسرو علموف هر دو هم پهلوان قشنگی میدان سیوم که باور خسرو شوی حکمی دارند. باشید در ردیف آمادگی ها و پهلوانان باور بهای مناسب دهید. یک ورزشکار از شهر ناحیه دنگره به نام محمد رجب که سمت ده است، بسیار هم خواهش کردن که شهر قلنده را نشان دهند. دفعه روبری رئیس حکومت 3 سال تمرینی بیشتر کرده است و میدان روزایی آفتاب لوکا تشکر تمام صداقت میدانداری با جهانگیر و هم با امیرجان جهانی سپاس. شما به رو و عزت امین میهنه یک دقیقه را با صمیمیت احترام کنید. این منطقه را از قماندان محترم اتیوپی در فرجام تا چهارمینی خواهشمندم اینجا یمن گوشتی گیر دیگر نیست، هم بچه ها را قفا برد رها و ترک شود. در میدان گوشتی میگیرند برای شاه جایزه. فریاد شیخ رفت و فریادی شاهروخی امیرخان از زمین شاهروخی امیرخان
نگران نباش ما برای استاتوسی میزونه که قضیه اجل کردن باشه این هم رفته است تمام